استاد سوال اولم این است که من اویلادور شدنیم همی با یک دختر خیلی خوردیم همی رفتن خانگی با یک قول فوتیا کردیم اما محشر دادیم چی کردیم گفتن که بعد از 20 روز توی میمونیم در این بین چند هفتهش یک خشواندان یا عروس بندگی کردن اکنون حالا اما پدری عروس میگوید که انا 3 ماه انتظار شوید. من نمیدونم چون استاد انتظار شوم یا که میگم که نمیدونم چیکار کنم. من گفتم که 3 ماه دوری بعد است من باید سفر کنم. میگه که ما نو جنازه داریم، میگه مقصد داریم ما تام داریم تست کردن نمیتونیم. شما چی مسئله میدید استاد؟ کیش گذشتگی از کلینده؟ بی پدریش. پدرشه یعنی که مادر کلانش ها؟ بله نه اما پدرش هم مادرش. خب اصلا توی یعنی که توی باید یگان موسیقی رقص و بازی نداشته باشد. توی تعام دادن است. اصلا تعام دادن این به ماتم یگان چی نداره. بعد ماتم 3 روز است به یک قول 1 روز است. ماتم قول صحیح 1 روز است. مگر به زنی که شوهرش وفات کرده است باید 4 ماه و 10 روز بله به کوچه نمی براید، زیب و زینت به چشم روش نمی مالد. این فقط به همسری شخصی که وفات کرده است. مردی که گذشته از دنیا زنش 4 ماه و 10 روز عده میشیند، کوچه نمی براید، یعنی گویم ماتم است براش. اما برای دیگرها ماتم 1 روز است و توی با ماتم یگان مشکلی ندارد، چون که توی تعام دادن است. اولیم ولو بشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک گوسفند قدی باشدم تعام تکفتن. بنابراین خیلی اگر همین روز گذشته باشد همین روز مسئله توی نبردارید و یک هفته 2 هفته گذشته بعد آهسته رفته گپ زنید که حضرت این ضرر نمیکنه، ما رقص و بازی نمیکنیم در توی، ما میدونیم ما دعای فاتحه میکنیم، ما دعای نیک میکنیم در حق گذشتگان. دختر تید گفته دختر بعد راضی کنید. استاد ما دختر راضی است. ما با پدرش گفتیم که حاضر نه شما وقتی از 40 میگن چی میگن 40 را میتین بعد میکنیم اگر تو 40 خودش 20 چند روز میگذره قریب 1 ماه راضی نشده میگه که نه بعد 1 ماه هم نمیگه 1 ماه بر وقته. ها خوب گوید 1 ماه شاید راضی میشه ان شاء الله. دعا کنید.